چی میگی نورولا؟ مثلا زیاره پیش و چاه آمده کاتی بودم کجیر بالا تو املکه با کجا؟ خوب یعنی رمضان هم بیامونی برات تو یعنی بجستی ها پیشینو حالی به کجایی تو؟ من میرم از سرا میرم بیا با سرا بیا بالا تور بزنم تا پینکی میزدی خب باشه رمضان من تا پینک رمضان هم میزدی دیگه یک مربی با خون غیرتی هم دیره پیش اردوی نفر بجستی ها و بیا با سرا خودتو گپ بزنم خدا حافظ ای بچه ها زنده بدن خوب بود به خارزار شدم ای خدا کمر رو بشکستی کجی مال بریز سفید بیام گو جمع کنرده بشیم از ما بگرفتی اما تو رو زنده نمیگذارم این رولا اشتا دیر که زنگ زکم و تو کار دارم ای چه نما دیر که سرزیاره به چاخ بودم که نیرولا به من زنگ زکن کاکا خسرمه به تو کار دارم ای تالی نماده مگرم برم بخونه رام دیگه چگار کن اینجا چی بشینم خیلی منم کاکا خسور کی میشه ما منتظر سر قبر با چاه خویده که تو من زنگ گرفتی کاکا خسور هم میام با تو کار داره از کی میشه کاکا خسور اکبو کشتن me هیچی نمونده بود چی رقم؟ دیروز بالی ما کمین کدم حمله کدم دو نفر با بالا ما یکه بود و واقعا فرار کردم بیا بسرا بیا بسرا بیا نورولا این گپا و در سرا خوبیه برجا حالا که بخونه بیشی حرکت بیداری به من بگو کاکا خسور خون به جوش آماده به خاطر از اینکه به کمین کجیر افتاده بودم چیزی از مرگ من نمونده بود اشتباه کمین کجیر افتاده بودی چی رقم؟ هیچی کاکا خسور دمی که من از پیش شما خطا خوردم رو به طرف خونه میرفتم به کمین کجیر افتادم بعد از اون خودم درگیر شد چند دقیقه خودم درگیر بود فرار کردم به راه خیلی راه رفتم یک دم سعی کردم که رمضان هم خودی از اون مجبور شدم عقب نشینی کردم کاکا خسور خدا من رجا دادم ادم مرمی از اینو حال اینه که مگر ولی جنازه من میبری نورولا چرت نازه که فکر اساسی وردشنو ایت پلان واسه کجیر و رمضان ساختن که خودتو کیف کنی نورولا چرت نازه خدم کجیر و رمضان خونده آیا 4 روز دیگه زنده باشه یا نباشم اشته کاکا خسور طرز پلان رو نفهمیدی چیه نه کاکا خسور چیه خود کجیر میشین اشتی میکنم چه کار میکنی اشتی میکنم این راه نیه کاکا خسور اولاد کور کاکا خسور را دست دادی باز حال دست اشتی پیش میکنی خودی ازی بگذار که انتقام اولادات رو بگیرم باز هر کاری میکنی بکو مردم میدیش منه به خود تیر میشم نورولا تو نفهمیدی به طرز پلان به ای که به دست اشتی خود کجیر پیش کردم با دروغ نیه بفهمیدی نورولا به میرغم اینا رو بین میبرین فقط تو آماده باش کاکا خسور دل جمع باش ما آماده نورولا تو کجیر کشه نتونستی کشتن میواسه که کشه بردارم نما بین تو آماده باش که برو عبدالرزق ببینم با تو حواله میدم دل جمع باش کاکا خسور برای فلان خدا حافظ خوش آمدی من برای عبدالرزق ببینم کجا شما لالو تا بخشه سولا رو
خب سعی کن من میام پیش شما میایم. خیریت لولو واسه به کمک کار دارم با شما. خوبه خداحافظ میام. خداحافظ. هستیم عبدالرازق. مو خوب بارشو به موقع میشه. گندم هم سرساب شده. حالات هم داره مگر با دو بستیم دوزیم. یک گفت گفته هستم و نوروز بیامده برای کار داره. عبدالرازق جان اشتانه؟ بیامده موما. خوبه خیریت. خوبه. خیریت باشه موما. خیریت هم تیره. اشتا خیریت تیره. شما که مرد نمیشین که از ما اول گیریم. اما حالا بیان شما اول گیرم. خوش آمدین. عبدالرازق. بله. تو هم بچه خاله کجیری. بله ما. کجیر که هست نه پیار داره نه برار داره. دیگه شما محال به ایسا برار کلون گفته میشین بر اینا. بجا برا خوشش قبول کنه. برای مذهبونیم سلام بگیم بری و بگو تو کی دیگه دشمنی کوکا برازاده باشه. خیره که دو تا بچه مرک بکش نوش جانی و آمد می ساعت دیگه تضمین گرفتون که دیگه اصلا دیگه دست خوب جونه نمیزنم. من برای می دشمنی تیرم یا کجی کشش یا مکشش وای بکینه. وای به خود شما. هم برازاده منه خیره که دو تا بچه مرک بکش نوش جانی و ما از می ساعت تضمین گرفتون که دیگه اصلا بزرگ کار ندارم. بیا خودم بشین اشتی کنه. بیخی خوب فکر کردم ما نوروز. کاش که 4 جلوتر می فکر میکردی. و منجی شما کاکا برار زدو اون دا کشته بسته نمیشه. حالا عبدالرازق جان یک گپال سالوات بفهمیدی من زدمی سال گفتم تضمین خود بگرفتم که به کجی کار ندارم بیا خودم بشین اشتی کنم. به منجی ما کاکا برار زده دیگه دشمنی فایده نداره. خودی هم میشینی عبدالرازق جان بفهمیدی. بخیلی خوب گپیه. من بریم میرم میگم. بر خداحافظ. بریم خداحافظ شما. خیر باشه. بیخی خوب فکر کردم من امروز. وقتی دشمنی از اینو حل فصلشه. شما زنگ به کجیر بزنم سکونم کجاه؟ الو بچه خاله کجیر کجایی؟ بچه خاله ما وقت کوچه باغو خیلیته کار داشتیم به من خوبه بیایم به سرزمین ها من میام به پیش شما خوبه علی میام بیایم شما ممکن بیایم سرزمین ها هم دقیقه رو میبینیم جا زمین ها مامادین اومد به خیر همون جگه هم دقیقه رو میبینیم خوبه خوبه بخیر باشه خداحافظ بچارم. هی بابا این روزا مرتو نگاه که به چی رقم شم میشه به چی رقم صبح میشه قدم به قدم که ما بری بر بری مگر متوجه خوب باشی. به چه خاله به چی شد چری نمیایی روز شم کرد باله ما میفهمم که من آدم دشمنداری شدم که قدم به قدم مرالی این دشمن ها خبر دارم. آنه بیامد تیز راریم بچه خاله تیز راریم پیشون باقشه آمده دیگه بیامدم اشته دیر کرده یا خوشحالم بچه خاله بخیریم سلامتی شکر سلامتی سلامت باشین چی گفت گفتاد یا خوشحاله الحمدلله بچه خاله شما خوبه خاله بینا خوبه سر و عدم اگه خوبه شکر بر از این گپا بگذاریم خیریت بود مامان نوروز خارابار شکسته بیام به صحرا به پیش می گفت اگه این برارزاده مکجی ما این برارزاده مکجی دشمنی دیگه وجود نداره. اشته از این دشمنی صرف نظر کرده اشته نداره پیش خود فکر کرده زوری بر رمضان شما نمیرسه از این معامله صرف نظر کرده. خوب اشته کاکا همه یکی 2 نفر بچه خاله ری کردم به پیشی
گفتم از این دشمنی تیر شو عبر همی کار تیر شو فایده نداره. گفته تا یک قطره خون ما در بدن داشته باشم انتقام خون با چاخور میگیرم. همی تا شد تا بچه باجه خوب کله ماره کرد. دورم رمضان هم میان ورزش آل یکی وردو عدی کار با صرف نظر که ها دیگه زوری کنه میرسه، هر کی انکری میکنه و کل شما کشته میشه. خدا بکنه همی گپ باشه و چه خاله. من یکی دو دفعه بگفتم به می کاکا خوب نفر رای کردم روندگی کردم مصفدار رای کردم. گفتم کاکا حال کاری بوده بشده بچه تو کشته بشد. اگه تو بیشتر به این دشمنی ادامه دی تنها کاری که میشه به بین ما و تو دشمنی عمیق‌تر میشه و چندتای آدمی قومی ما بیشتر کشته میشه. بیتر ادین صرف نظر کن. گو نه بابا هر کی کری نکرد و خبر قلق کن. گو نه بابا کاکا تو گفته مرغ و یقلین داره که جیر واسه ما بکش آمد بچه ما بکش مگری و هم کشته شود سر خوب پهلو از اونا بق داره. گفتم خوب پایی کنه باشه که ادامه پیدا کنه که سه کنون خدا به من میده یا به کاکا من میده. بچه خاله زوری با شما نمیرسه مامون نوروز. بفهمی رمضان آدم خطرناکیه. پیش خود فکر کرده اما خدا از این آچه درگیرشون فایده نداره. غیر میفهمه چه خاله که فایده نداره. خوبه کمی رمضان به پشت منه. عدی همه زهر چیش دیشتم. عدی همه میترسم. دمی که رمضان نمیبینم حفظا بدن نمیلرزه. رمضان عمر خو قتل کرده عمر خو خلاف کرده. یعنی خوب همیته که من رمضان دیدم و مشناسم و سلام علیک دارم. آدم کشتن و چقوب کشتن و به پیشی و مثل گلاس او خوردنیه. شکر ای طرفه دارم. حالا که شما بریم چه خاله اطرف بازم با کاکام سلام بگی. گفته کاش که کجیر گفته خدا بکنه که کاکام عدی دشمنی تیر چیه ما آماده به صلح عدی گپ تیر میشیم. شما دل جمع بریم بگیم آماده کجیر کاکا عدی دشمنی تیر چیه میای دستات رو هم بوش میکنه از تو مجلس خیلی میکنه والله خیرا فدا. بریم سلام بگیم بخیر باشیم چه خاله بخیر باشیم سلامت باشیم میرم خدا حافظ. بریم بخیر باشیم. خوبه که کاکام سرش تیر پیش کنه. اگه ریگی به کوشد اینا نباشه اشته کاکام یکی وردور میداره میگه ما از این دشمنی تیرم خدا بکنه که امیت کمی به چه خاله ما گفت امیت باشه دیگه کاکام دیده راه و چاره بری و نمونده نمیتونه خودی ما و رمضان طرف کنه. از بر از این دشمنی تیر شده با امید به خدای امی دشمنی ما و به صلح تبدیل شه. باشه که مثل کنم چه کار میکنه کاکامه.